حتما پیش اومده که توی یه سری آهنگا مدام اسم درگای مختلفو بشنوید، مثل لین، گل، کوکائین. اما واقعا فکر می‌کنید رپرها همونقدری که دم از مصرف این مواد میزنن همونقدر هم استفادهش میکنن؟ جواب آسونه، خیر. نکته اول اینه که معمولا رپرها وقتی از واژه‌ها یا کارهایی که ترند جامعه است استفاده میکنن، باعث بیشتر دیده شدن کارهاشون میشه. وقتی اکثریت جامعه داره با کارهای ترند فضای مجازی پیش میره و رپرها تبلیغ اون کارها رو میکنن، اینجوری حس همزادپنداری بیشتری به مخاطب القا میکنن. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که مغز انسان عاشق چیزاییه که ممنوع یا خطرناک محسوب میشن. وقتی ما کاری میکنیم که جامعه اون رو نباید میدونه، مغز دوپامین بیشتری ترشح میکنه. به همین دلیله که ریسک پذیری، سرعت بالا، روابط ممنوعه و حتی مصرف مواد مخدر میتونن حس لذت و قدرت ایجاد بکنن. نه صرفاً به خاطر اثر فیزیکی ماده، بلکه به خاطر احساس عبور از خط قرمزی جامعه است. نکته بعدی دادن حس مثبت با انجام دادن کارهای منفی به مخاطبه. ما می‌بینیم که در اکثر این موسیقی‌ها داره طوری به مخاطب القا میشه که مصرف یه سری موادها یا انجام کارهای خلاف عرف جامعه حس شیک بودن و بروز بودن رو بهشون القا میکنه. به طوری که این تفکر در ذهن مخاطب به وجود میاد که اگر میخوام شبیه این آدم باشم، پس باید کارهایی که اون انجام میده رو انجام بدم. اما کسی نمیاد از واقعیت پشت پرده صحبت کنه که وقتی شما پول و سلامتی جسمی و روحیتون رو توی راه از دست میدین، چه پیامدهایی میتونه واسهتون داشته باشه. آیا واقعا میتونید با انجام دادن اون کارها شبیه اون خواننده بشید، یا اون خواننده به خاطر پول و درآمدی که از این دست آهنگو داره در میاره تونسته این امکاناتو داشته باشه؟ بهش فکر کنید. نظر شما چیه؟